کلش گذشت. استاد شوی. ای جای فرار کردن نمیتونین تسلیم شوی. اگه کردستی پس خودت میبینی که این دولت چی کارها میکنه. منتظر استی از آسمان وحی نازل شوه که اونا میخواین ما را ریشه‌کن بسازن؟ بعضها بین ما دشمنی ایجاد میکنن، اما ببینیم که کدام ما در درگیری ها برنده خواهد. با این کار دختری مام نجات پیدا کنه. باور کنن او هیچ گناهی نداره. شاید که مجرم اصلی تو باشی ها. دیمو پشتم دیر آمده، از این خاطر دیر آمده. برشان بگو دیگه تکرار نشه، اگه نه کلشان میکشم. حال داخل برو، منتظرم باش. درست است. چی شده؟ چی شده؟ بابا لعنتی. حالا تو چرا دیرو شده؟ حالا عجله کشیلا. هنوزم از این کار منصرف نشدی؟ نمیبینی چطور بچه من برگشته؟ 1 سال میشد که بچه‌ت گم بود. دزن فکرشان به جای نیست، دیوانه است. بیازونکایشان باطل شده. در این صورت آقا الدو میتونه همراه دخترم عروسی کنه. حالا بریم. حالا من این کارا نمیتونم مادر. مام نمیتونم، من از این کار منصرف شدم. صبر کو بچیم، 1 دفعه پرس و پال میکنین. اگه نکاحی ناباطل شده باشه چرا عروسی نمیکنین؟ بیبی این بچه هوشیار نیست. حیف نجلا نکده که با این دیوانه زندگی کنه. درست است، بپرسین. حتما براتان میگن که هنوزم در نکاح بچه‌ایم است. برین بپرسین. از صوفی یعقوب بپرسین، میگن که او درست قضاوت میکنه. راست میگه. پیش صوفی یعقوب میریم، هرچی که او گفتم او قسم میکنیم. خب درست است، مشکل نیست. حالا بریم از صوفی یعقوب بپرسیم. طارق کجاست؟ در داخل است استاد. طارق بسیار دیر شد، دیلا منتظر ماست. حتما با تشویش شده، نتونستیم برش خبر بدیم. حق با توست، با ما کم کار پیدا شد. حال ابراهیم گرفتم میرم. وضعیت دادستان چطور است؟ خطر تهدیدش میکنه. هر قسمی که میشه کار ناتکمیل دادستانه تکمیل کنیم. هر چه زودتر پیش دیلا برو و کل چیزه برش بگو. چی وقت خانه میری؟ هر وقت که خواسته باشی. در این صورت زود پیش مادرم بریم. پس بیا که بریم دیگه. اله دیگه. زنده باد. بیا جانم بیا. بشه. طارق موضوع سعید و لیلا چطور شد؟ او خدای من. بله، اونا را باید به یک شکلی از اینجا روان کنیم. فعلا در خانه ما باشن. با دوستای خود در استانبول و تماس میشم، از یک راه یمن روانشان میکنم. درست است. با پشت بچه. شما همراه ما نمیرین پدر؟ بله. ولو سوال سید زود بین. آمر صاحب جواد، یک آدمی بیگناه رو ناف شکنجه میکنه. معذرت میخوایم. نمیخواستم زنگ بزنم اما هیچ کس نتونست مانع شوه. لطفاً خدا زودتر برسون. درست است، ما فوراً میایم. باشیم، ما کمی کار دارم. مادرت از طرف ما ببوس. طارق بریم جانم ماماش. اینجا را پاکو. بعد از این وظیفت است. با تصمیم درست میتونی از همه نجات بیافی. پیشنهاد مرا قبول کو. اگر سنگین ترین و کثیف ترین کارها را سرت انجام میتون. نه خیر، اصلا برام مهم نیست. هیچ وقت در کار کثیفتان دخیل نمیشم. فهمیدین؟ پس موفق باشی. خدایا برام صبر بده.
لطفاً برم صبر بده. هیچ وقت به مردمم خیانت نمی کنم. اعلام کنین ما کجا میبرین؟ اعلام کنین ما کاری نکردیم. اعلام کنین ما جایی نمیرم. اعلام کنین ما را کجا میبرین؟ محافظ اعلام کنین. اعلام کنین. یه احمق ببرین. درست است. نخیر. اعلام کنین. اعلام کنین. تو باید گپ بزنی. ما را تنها با در بیرون می باشم. حال گپ بزن. درباره رابطت با سازمان بود. خدا من هیچ رابطه با اونا ندارم. مادرم همیشه از اونا دور بوده. مام همیشه دور بودی. روان کلیچ باید به تحقیقات بری. اعلام کو من نمیخوایم برم. کل چیز براشان گفتم. هر چیزی که خواستن انجام دادم. هر گپی که بود براشان گفتم. اعلام کو من نمیرم. اعلام کو اعلام کو مرا نبر. بلیاز خدا برات آزار میکنم. مرا اونجا نبر. روان آرام باش. چی شده؟ ایره کجا میبری؟ خواهر روان خواهر مرا نجات بده. برو احمق. تو از شکنجه کردن سیر نشدی؟ تمام نشده. با یک قدر آسانی از من نجات نمیافی. کاری را که بخوایم انجام میتون فهمیدی. تو دیوانه شدی. چی میکنی؟ از دور باش. از دور باش. انسانت ما تو امروز هر چیزی را که خواستیم برستم به فایده جان نکن. چون اصلا برات خوب نخواست. عزیزم به این ذلت تندتون بهتر از بین برم. گفتم از ما دور باش. چیزی که تو ذلت میگی عزت است که ما برات روی تو. اعلام کو از ما دور باش. حالی اگه عذرم کنی در قصت نیستم. دیگه همراهت کاری ندارم. فقط ازت انتقام میگیرم. بعد از همیشه اینجا میایم. هر باری که بهم تو را حتما میبینم. فکر کردیم از تو میترسم؟ اگر لازم شوه به خاطر عزت خود مرگم قبول داریم. این شکنجه تو برای ما بیفایده است. پیشم زاری خواد کردیم. دا پیش پایم خواد افتادی. اما ما قتل لغت دانت خواد زدم. برو جانم. حالا آفرین دختر خوب. دختر احمق. چه گپ هست؟ برات خبرهای خوش دارم. این نیکیمه فراموش نکنی. بگو. خواهرش تو را رد کرده بود، اما حالا سر خواهر خاردش کار میکنم. مطمئن باش او به مراتب بهتر از خواهر خود است.
خوب است. او را با میخانه روان کن، ما هم میایم. درست است، عجله کن. تو همراهش معرفی شو، چون باید یک جای دگام بره. بعد از این دیگه یک زندگی متفاوت خود داشتی. شما چی میکنین؟ ببینم. یا تره به میخانه ببر که کم فکرش دگه شوه و از لحظات زندگیش لذت ببره. یگان لباس مقبولان برش بپوشان، دیگه قسم نباشه و خوب آرایششم کو. حالا یک معلم گفته میشه. خداوند ازتون راضی باشه استاد، اما باید درس میخواندم، از درس ها پس موندیم. باز میخوانی. حالا دیگه حالا استراحت کو جانم. ایران با میخانه روان میکنین. حیفش نکده بسیار مقبول باشه دیگه. خودت فکر کو که با اینا چند آدم سرشناس بدام انداخته میتونی. باید بعض موضوعات برشان گوشزد کنیم که نی بر ما مشکل ساز شون و نی بر خودشان. میفهمینی که توسط اینا چی آدمای سرشناس اخلاصمند ما شدن. این کار تصویر برداری اونا به حد عالیست که با این کار حتی میتونیم ولسوالا به زانو در بیاریم. اما فعلا باید از چتن تصویر برداری کنیم، دیگهش آسانه. ما دیگه در قصه تو نیستم لعنتی. تو را از خود ساختن نتوانستم، اما خواهرت حتما از خود میسازم. مطمئن هستم که از تو کدام مقبول تر و مهربان تر است. با خواهرم کار نداشته باش، او را راحت بان. ظالم بیشرف، لطفاً با او کار نداشته باش. آزار میکنم. لطفاً با او کار نداشته باش، او بسیار معصوم است. برات آزار میکنم، او را راحت بان. چی میشه خواهرم، راحت بان. چی شده روا؟ چرا این کار کردن؟ با عزت خواهرم بازی کنه، انتقام مرا از او میگیره. کی این کارو میکنه؟ چتن بیشرف، ظالم. الش کن بخیز دختر، نزدانگی نکن. به مرکز صحی ببریم، باید زخماش پانسمان شوه. دختر فوراً به مرکز صحی ببریم. مازتان شکایت میکنم، در اینجا مردم شکنجه میکنین. تو متوجه کار خود باش. شفا باشه خواهر. کارای دولت همی رقم هست دیگه. مردم شکنجه میکنن، مجبورشان میسازن که به کو بره. خواهر میرن. صدایتون رو نکسین. آرام باشین. اونا چقدر احمق هستن. حالا برین از پشت ما بیاین دیگه. زود عجله کنین، زودتر دیگه. پای بندازین لعنتیا. زود همینجا دم میگیریم، باز مستقیم به طرف ولسوالی میریم. اگه تسلیم شویم باز ما را آزاد میکنن؟ اگه در کدام جرم دست نداشته باشین آزادتان میکنن. ما در هیچ جرم دست نداشتیم.
رمونه که تو دست داشتی. ما در قضیه قتل خانم و بچه یک قماندان دست داشتیم، اما نمیفهمم که ثبت شدیم یا نه. او قماندان سازمان است. او کدام قماندان سازمان است؟ قماندان شیوان. پس تو هم دامو گروه بودی؟ تو هم دامو گروهی بودی که خانم و بچه ما از بین بردن؟ به خزلالتی قدم خوردیم که گروه را از بین میبرم. الهی قماندان شیوان. بیا که فرار کنیم همو. میکشمت لعنتی. قسم میخورم زنده نمیمانمت. کجا میری؟ گپ بزن احمق. موقف در سازمان چی است؟ با خدا ما هیچ کاری نکردیم. برم نامه را دادن. ما نامه را به شما آوردم. ما هیچ کاری نکردیم. ما به دولت خیانت نکردیم. دروغ نگو لعنتی. اعتراف کن. حالا دیگه زود باش. آمر صاحب دیدین دیگه ای آدم مجرم نیست، فقط به ما نامه را آورده. اگه کدام گپ دیگه می بود باز چرا خودش اینجا می آمد؟ متوجه باشی بار دیگه در کار ما دخالت نکنی. برو بیرون. پس تو با دولت خود وفادار هستی ها؟ این نامه پیشو تو چی میکنه؟ زود باش بگو این نامه پیش تو چی میکنه احمق. حالا دیگه جواب بده. قربان دوستو پایتا میبوسم. مرا نزن مرا. نامه را نفر سازمان برام آورده بود. من از این چیزی خبر ندارم. بفرمی. دروغ نگو احمق. ندارم خبر. واقعیت بگو. این نامه پیشو تو چی میکنه؟ نزنین خبر ندارم. احمق. خیریت از آقا جواد. یادم به سازمان کار میکنه با ما دروغ میگه. از کجا میفهمین که دروغ میگه؟ تا حال دیده بودین که در اینجا کسی شکنجه شوه؟ ما از ریاست امنیت شکنجه را حذف نکرده بودیم. با شکنجه کردن مردم کدام مشکل حل خود کردین ها؟ کسی که شکنجه ببینه به دولت اعتماد کرده میتونه؟ بازش کنین دوستا. حالا برام بگوین که چی شده. نفر سازمان آمد گفت که این نامه را به نشانش ببر. ما گفتم نمیتونم. بالا پوشم گرفت و رفت. نامه را به زور برام داد. گفت خانمت از بین میبرم. ما اینجا آمدم کل چیزا گفتم. شما یه آدم شکنجه میکنین، باز میگن که چرا مردم با کو بالا میشن و علیه دولت شورش میکنن. حیف انسانا نکرد آقا جواد. یک طرف سازمان دیگه طرف شتن و حالا تو هم بلای جان مردم شدی. نمیشه که تا ای بارده اینجا گپ نزنیم ولسمان. البته ناراحت شدین، از همه قدر گپ ناراحت شدین، اما شکنجه کردن و اذیت کردن یک آدم بیگناه ناراحت نشدین؟ نه خیر آقا جواد، ما کار لازم انجام دادیم. باز رسا را خواستیم در موردتان تحقیق میکنن. شما حقی لباس را که به تن دارین ادا نتونستین. با تمام هم مسلکای خود که هر روز در میدان نبرد جان خود فدا میکنن خیانت میکنین. این موضوع واضح است که این کارا توسط شما پیش برده نمیشه.
ببرین و زخمایشان پانسمان کنین. اگر شکایت دارن اسناد لازم آماده کنین و به دادستان برسانین و اگر لازم بود نام کل ما را به حیث شاهد نوشته کنین. بعد اینا را به خانهشان برسانین. از طرف آقا جواد به نمایندگی دولت من از شما معذرت میخوایم. خداوند سایه شما را سر ما کم نکنه اولوس فارسی. خداوند دولت و ملت ما را هیچ وقت سرافکنده نسازه. صبر که آقا جواد، کار ما همراه تو خلاص نشده. اسنادی که در وقت حادثه پیش دادستان صاحب بود فوراً پیدا کنین. باید پیدا شوه. او اسناد بسیار مهم است. ما او اسناد فوراً میخوایم. زود باشین پیداش کنین. فهمیده شد؟ فهمیده شد ولسوال صاحب. با زودترین فرصت خودم براتون میارم. مادر بچه ابراهیم خواهر چطور هستی یلماس؟ بیا جان مادر. برفین چطور است؟ خدا را شکر خوب است. خواهر تو چطور هستی؟ مادر شما همیشه همینجا می باشی؟ چی وقت خانه میایین؟ من زیاد پشتتان دق شدیم. تشویش نکو بچیم. انشاءالله بسیار زود خانه میایم. فعلا اینجا مهمان هستم اما تمام میشه. کل چیز مثل سابق میشه. اما تر نیست ماما جانش؟ انشاءالله خواهر دادستان صاحب. میفهمم یلماس. ده خبرها دیدم. ازت یک خواهش دگام دارم. اینجا یک دختر به نام روان است. میگن خواهرش در مکتب شما درس میخونه. آیسون اون در او را به دام انداخته. میگن امشب او را به قهوه خانه چتن روان میکنه. با او دختر بیچاره دام ماندن. نام او دختر یادتر است؟ امکان داره. میگن خانوادش نمیخواستن او درس بخونه اما او اصرار میکنه که درس میخونه. زن دروغگو. من میرم خواهر. پیش ازی که دیر شوه باید برسون. لطفاً کم عجله کو یلماس. درست است. من پیش مادرم میباشم. من نبرید. ما میخوایم همینجا باشم. لطفاً قسم نکو جان مادر. لطفاً قسم نکو. درست است؟ پدرت مرام از اینجا بیرون میسازه. درست است یک دانی مادر؟ حالا دیگه. حالا یلماس. خداحافظ. بخیر برین. خدا. بیا جانم. شما را زنده نمیمانم. میکشمتان. انتقام من میگیرم. ما چی میفهمیدم که او شیوان است. وقت پرسید ما برش گفتم. به هر صورت خدا را شکر که از شهرش نجات یافتیم. استاد شوین. سلایتون را بندازین. گفتم بندازین. کوشش نکنین فرار کنین. حالا گفتم سلایتون را بندازین. حالا دیگه این طرف بیاین. گفتم این طرف بیاین. حالا میگفتم یک زندگی جدید شروع میکنم. میگفتم خانواده تشکیل میدم. بکر بچیم درس میخوانه. اما تو احمق خائن با خائنای دیگه همدست شدین و بچیم کشتین. او در پیش چشمای مرد. میفهمی که چقدر درد داره؟ راستش نمیفهمم اما ما پشیمان شدیم قماندان شیوان. با خدا قسم که بسیار پشیمان شدیم. او وقت نوجوان بودم نمیفهمیدم. بیعقل بودم. بیعقل بودی؟ بیعقل بودی اما کشتن انسانا را یاد داشتی. ناخدا خسته نزد. هیچ کسی تو را نجات داده نمیتونه. فهمیدی؟ بیایید که پیشم اون مغاره بریم. ده همونجا مشوقت از بین میبرم. او هم ده پیش چشمایت. تو هم ببینی که چقدر درد داره. بریم زود. حالا گفتم حرکت که گمشه. زود باشین حالا. خداوند ازتان راضی باشه. از شما. صادق تو حال کجا بودی؟ هیچ نپرس عدیه. هیچ نپرس. داخل بریم برات میگم.
باید بگو که برام یخنی تیار کنم. راسته چی شده خانم؟ صدایش که یخنی تیار کنه. یا ترده خانه نیست. پس کجاست؟ یک یادداشت مانده رفته. گفتم درس میخونم. تو چی میگید زن؟ چطور رفته؟ نگفته بودم که نام مکتب نگیره؟ او را میکشم، با خدا میکشمش، از بین میبرمش. دیگه برام حوصله نمونده، از بین میبرمش. چی میکنی؟ بالیاد خدا آرام باش. صادق گپ من گوش کن. تو میخوایی چی کنی ها؟ تو دیوانه شدی؟ گوش کن. او دختر خب با کسی فرار نکرده، به خاطر درس خواندن رفته. بانک درس بخونه. این کارا نکن. تو را غرض نیست. تا که او را پیدا نکنم و از بین نبرم راحت بوده نمیتونم. قسم است که میکشمش. گناه داره، این کارا نکن. خب کدام گناه نکرده. برو داخل گپ نزن. صادق لطفاً کاری نکن که پشیمان شوی. آی خدا. دختره که در کنار آیسون است از ماست. کسی به اون نزدیک نشه. ما باید درس میخواندم استاد. اینجا چی کنم؟ چی میگی جانم؟ تو هم حق داری که تفریح کنی عزیزم. دزم تشویش نکن. تو حتما کامیاب میشی. کامیاب میشم نی استاد؟ بله البته که کامیاب میشیم. برو. بیا دخترم. سلام شاگردا. سلام استاد. رقص میکنین؟ بسیار خوب است. بیا 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 ببین چقدر خوب میرقصه. نه استاد. لذت ببرین. موسیقی بسیار زیباست. خوب است. خوب شد که اینجا آمدی. بله خوب شد جانم. خوش شدم. خوب با ایجاد. خوب شد که آمدی. به اینجا چی میکنه؟ راحت باش. چتن او دوست ماست. اما این خواهر من بازداشت کرده. او فقط کار خود انجام میده و بس. میتونم همراه شما بشم؟ البته. خوش آمدی. سلام. مقبول. دختر من کجا میبره؟ سوار شد. کجا میبرین احمقا؟ الهیم کو احمق. نبرین. بریلا کو. اصلا دور کن. حالا چی کنم؟ مگه چه قسم یک جای افتادی؟ لطفا کمکم کن. چطور است؟ خوشت آمد؟ این دختر کاملا در چنگ ماست. از خانه خود فرار کرده. عاشق درس خواندنه. هر کار بخواهیم انجام میده. خوب است. کسی هست؟
بفرمایید چی میخواستین؟ آیسون خانم اینجاست. نه خیر، همراه دخترها یک جا رفتن. خب یک دختر به نام یاتر امروز بود؟ یک دختر تازه آمده بود، با هم رفتن. نامش نمیفهمم. میخانه رو ببینین. شاید در میخانه تو زود گم شوین. حرکت کنین، زود برین گفتم. همینجا استاد باشین. بکر دقیقا همونجا استاد بود. مادرش هم در کنارش بود، در دستش گل بود. اما تو آمدی بود چی کردی؟ هر دوشان از بین بردی. حالا آماده باش، شیلانه در مقابل چشمایت از بین میبرم. لطفا ایره ببخش شیوان، هیچ گناهی ندارم. ما اونا رو از بین بردم. بکرمان بیگناه بود. شکر کو که بدون دیدن درد اولاد میموری. من تو را تکه میکنم لعنتی. برو احمق، برو. لطفاً شیوان، لطفاً ما را نکش. بانک بریم. خودت نمیگفتی که مرا خدا به کمکتان روان کرده؟ صلاحیت پایان کو. گپ نزن لعنتی، گپ نزن، برو. شیوان، شما اینجا. صوفی یعقوب هستن؟ بله هستن، بفرمایید. خوش آمده. خوش باشین. ما به کمکتون ضرورت داریم. این خانم قبلا عروسی کرده بود. گفتن شوهرشان در کوه از بین رفته. امی که 1 سال از این حادثه گذشت ما تصمیم گرفتیم نکاح کنیم. اما شوهرش عزیز از بین نرفته، دوباره برگشته. کار مناسبی است که دوباره پیش شوهرت بری. اگه برعکس قضیه میشد با تو کدام اتفاق رخ میداد و شوهرت تو را قسم ترک میکرد راضی میبودی؟ فراموش نکو که هنوزم شوهرت است. اما قرار بود همراه آقا الدو عروسی کنه، نکاحشان ناتکمیل مانده. خوب است دیگه. خداوند شما را از یک اشتباه نجات داده و باید شکر کنی. بهترین کار همی است که بری و از او جوان مواظبت کنی. حق با شما صوفی یعقوب. کار را که شما گفتین انجام میدم. از او مواظبت میکنم. اگه او دیوانم باشه بازم این یک دین است برم. چیزی را که به خود نمیپسندم به شوهرم هم نمیپسندم. مرا ببخش الدو. بارها تجربه کردی که پشیمانی یعنی چی؟ همانطور نیست شیوان؟ وقت تو از دیگرها بخشش خواستی به نظرتون ها مثل تو احساس مشترک نداشتن؟ باید بخشیدن بلد باشی که لایق بخشیدن باشی. دزم بهترین بخشش وقتی است که توانایی به دست تو باشه. بدون شک خداوند دانا و تواناست و ما به همین دلیل از خداوند به خاطر گناه خود بخشش میخواهیم. فراموش نکن خداوند بخشاینده است.
لطفاً شیوان، لطفاً ما را نکش، بان که بریم. خودت نگفتی که خداوند ما را به کمک شما روان کرده؟ لطفاً صلاحیت پایان کو. مرا ببخش صوفی. خدایا من چی کردم؟ تا امروز در به در گشتم، ده قدر سالا کوشش کردم مرا ببخشی، از مردم بخشش خواستم. اونا فرزندای خود از دست داده بودن و خانهشان تباه شده بود. اونا مرا بخشیدن، اما من موفق نشدم شما را ببخشم. مرا ببخش قماندان شیوان، همیشه عذاب وجدان داشتیم. از کاری که کرده بودم پشیمان هستم. مرا ببخش قماندان شیوان، لطفاً ببخش. من شما را بخشیدم، خداوندم شما را ببخشه. خداوند ازت راضی باشه قماندان شیوان. خداوند خیر نصیبت کنه انشاءالله. حالا دیگه زود باشین که بریم. بله باید بریم، خانوادیم زیاد باید میاین. حالا دیگه حالا بریم، دیر میشه، زود باشین بریم دیگه، عجله کنین. زیاد دیر کرد. این دختر چی شد؟ شاید او دختر منتظر تو باشه. اگه منتظر باشه یا نباشه این دفعه او را نمیبخشم. مثل خواهرش از اسم نجات نمیاد. بلند کو. خیلیت از خانم کجا؟ بخش خواهرت باید برای ما یک کاری انجام میداد، اما تو باید او را انجام بدی. فهمیدی؟ بیفایده جان نکن، دیگر راه نجات نداری. تو باید همراه ما باشی. هیچ راه فرار نداری، بیفایده زحمت نکش. کمک کنید. تو از چنگ ما فرار کردن نمیتونی. نجات بدید. تو فرار کن. یاتر صبر کو، یاتر استاد شو. یاتر شما کی هستید؟ از کو آمدیم؟ از سازمان فرار کردیم. خوش آمدین. سلاح‌هایتان رو پایین کنید. از این بعد از اتاقت بیرون نمیشی، فهمیدی؟ اگه بیرون شدی فکر کن که از بین رفتی. لطفاً این کار نکن پدر، من نمیخوایم. دانه تبسته کن، نمیخوایم چیزی بشنوم. من مدرک قانونی دارم، باید از اینا تحقیق کنم. شما میخواین چی کنید؟ براتان گفتم که من تحقیق کردم، حال اینا را پیش دادستان روان میکنم. میخواستم عضو سازمان شوم، اما به من یک پیشنهاد خطرناک دادن. یعنی قبول کردین که با اونا کار کنین؟ اما تو راست؟ بله.